روزی ملا نصرالدین بادی به قبقب انداخت. پیش همسرش رفت و گفت: ای زن، در مثل گفتن که زن چراغ خانه است. من داشتم با خودم فکر میکردم چه خوب میشود اگر 3 زن دیگر هم بگیرم تا این چراغها 4 تا شوند و خانه من تاریکی به خود نبیند. نظرت چیست؟ همسر ملا نگاهی عاقل در سفیه به او انداخت. پوزخندی زد و گفت: فکر بسیار خوبی است ملای عزیز. اما اول بگو ببینم اصلاً در کوزه‌ات آنقدر روغن داری که بتوانی سوخت هر 4 چراغ را تأمین کنی تا یک بخت خشک نسوزند؟